برادرای عزیز و گرامی، ولی من شکایت‌ها بسیاره. ولی یک سوال جواب دیگر دارم. یک خواهر دیگر زنگ زده است، میگه حاجی بابا 2 سال شد مردکم در روسیه، چیکارش کنم پولی او را پولشا روی میکنه که چیکار کنم پولشا 2 سال شد منم نفس دارم. ببین توی اندازه را یا گبزه نمیتونستند، ضرور شدند، مجبور شدند. میگه من نفس دارم، آتا و چش نمیمانش که بیاید. زنگش میزنن نه یا یک باره مقصد کاراتا بود که باید بیو. برای همین برادران عزیز و گرامی، مقصدم از این حدیث چی است؟ ما حق زنها را باید ادا کنیم. حضرت معاویه ابن حیده گفتگی، نفری که پیش حضرت آمد، که یک حدیث مشهوری است که بسیاری همین داملای ما ایرا در همین بابهای نکاح میارن. میگه وقتی آمد ای حضرت پرسید که زن بالای من چه حق داره؟ حضرت گفت ان تطعمها اذا طعمت و تکسوها اذا اکتسیت، پوشانیدن لباسش به گردن تای، ولا تضرب الوجه. حق دیگری که بالا داره حق دست بلند کردن زدن نداره. 3 4 ولا تقبح. حق دیگری که داره حق اقارت کردن در زنده حق نداره حقارت کنی. حضرت معاویه را فهمید. اونها برادر عزیز نمیگفتن که آخی چی خیل ما نمیشوایی. نه، گرفت معلومات گرفت، فرمان گرفت، اگه پای اجراش میشید. شما دادرها دانین که امروز عدد طلاق در جامعه بسیار وزمین شده. بسیار هر گاهی که برادرای عزیز شما زنهاتون طلاق میکنین، شما بدونین که در گناه یاردمچین شما. یک دختر دیگر را بگیم یک بیراهه دیگر را در جامعه شما زیاد کردین. و همونهایی که مقصد سر دادن، همونهایی که سر دادن اکثریتی را که من میدونم وقتی با زن گرفتن گویم ایتا تاجیکی کنیم دیگه خوشبخت نشیدن. برای همین برادرای عزیز و گرامی، یکی از سبب‌های زندگی ها میشه ویران. با ما یک سادگی داریم برادرها که همین فقط چی میگیم؟ انا وقتی یکان جا برو آمدیم همین طلاق ما در دست اینمی اکای ما، طلاق ما مثال نمی دستی اکام ده یا دستی دادرم ده یا دستی آتم ده. حیران میشه به این مثال معامله تو میکنی. حاضر خدا پرده کنه برادرها، با خدای مهربان قسم من 10 معلومات دارم، من ادرساشون دارم. مرا میگن که بچه ها در روسیان مقصد خسرا قطیما ساز گرفتگی های خواهش دارن. چکا کنیم؟ با واللهی قسم من تری هوایی گپ نمیگم که مقصد نمی خیل خواهش داره. با میگم اگر به شرطی که قطیما سر کار نمیگیری زندگی تویران میکنم. برای همین برادرای عزیز و گرامی بسیار یک گویم چیزهای بده در ما و شما وارد شده است. همه همین در کدام وقتی که ما رعایت نمیکنیم یا دیگر را نمیفهمیم و حواله همون زنمونه بعد در تصور که یکی من وقتی زن میگیرم میبرم خانه من، در خانه ما 10 کس زندگی میکنن. همین زنی ما باید که همین 10 کس قطعی باید ساز باشه. من خودم قطعی شما ساز نیستیم. یا اگه ساز میگی خودت قطعی آتا و چت ساز نیستی، تو خودت قطعی خواهر اپت ساز نیستی. یه ای کجا دیری همه ایرا میوه، یه ای کجا همه او در خدمت که میتونه. شما ایرا برادرها من این گپا را وقتی میگم من فرزند خودم پیش نظر میارم. شما فرزندای خودتون دختر خواهرای خودتون پیش نظر بیارید. آیا همین امکان داره یا نداره؟ نداره. همین نداره که شریعت همون را گفته است که باید فقط و فقط زن خدمت شوهر کنه.
دیگه نام هیچ کار نگرفته. بیهوده شریعت برادر عزیز این خیل دلالت ها و فرمایش ها را نمیمانه. الله مهربان همه ما را وقتی آفرید میدانه که ما از کدام کار عهدش میبریم و کدامش نمیبریم. برای همین از انبای برادر عزیز مسئولیت داری وظیفت. این بسیار مسئولیت گرانه، بسیار. شما این چیزا جدی قبول کنید که مقصد زن فقط و فقط یک بچه های ما قطعی دخترامون همین در خیالشون در مد اول یک چیزای همین خوخیز فقط همین زن وقتی میگیری کو همین مقصد اولین درجه همیه. دخترم که باشه همین خیلی، لیکن مایل شوخی این قانون الهی است، این فرموده الله است. این یگان جای عیب جای یگان کمبودش نیست، ولی باید احساسی دوام دادن زندگی را باید داشته باشه. وظیفه های من مقصد در همین زندگی ای چی عبارت های؟ من باید چیکار کنم؟ یارا ما باید دانیم برادر عزیز. همین بسیار برای ما مهمه، بسیار. پیامبر نازنین میگه که لا یفرق مؤمن مؤمنتن این کره منها خلقا رضی منها آخر. اشاره به سوی اعظمه. پیامبر چی میگه؟ میگه اعظم ولی را میبری، میگه خواهی نخواهی قطعی و جنجال میکنی. ولی در زندگی ما بسیار کمبودی ها و مقصد گردانی ها و ناراحتی ها و ولی هست. حضرت میگه وقتی میبینی در زندگی یگان لغزش همین زنتا، کمبودی زنتا، خلاص خیلی اوکی همین خانه ما توجیک ما خیلی میدروی همین درآمده که همین شوردازی سر میشه، فیراد میکنه و با اوجا را بیو این تری تمام سر ویران دیگه. او دروغ میگه و راست میگه، تو دیگه نمیتونی که او را بگی تو دروغ میگویی. دیدین که در همین توجیه ما برادر در خونه دزدیش چیزی گم شوه میگم کلینگ رفتگی چیزی گم میشه دو تمام را میوان میگه یقین همی کردگی. تمام گپ کار در گردن همیه، تمام دیگه. حضرت گفت که اگر دیدی یک جنجال میکنه قطعی یک لغزش میشه، یک کم انسان اوکی میگه چیکار که؟ میگه که لا یفرق در او غضبناک نشه. بین پیامبرم میگه در او غضبناک نشه، رضی منها آخر با داره ای زن کاری که با راضیت میکنه. اگر ای کارش ناراحتت کرد، مقصد آمدی که یگان بیاد نگفت، آمدی که چای تیار نبود، آمدی لباس ها مثال تیار نبود، خیلی آمدی یک فرمان اجرا نشید، حضرتان در حال غضبناک نشین گفت، بلکه کار دیگری دارد با تو راضی میکنه. بینین حضرت میگه اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم لنسائهم. این اینجا چند کسی باشه؟ حضرت میگه هم باید از همه در ایمانی مستحکم و ایمانی کامل کیه؟ از اگر من سوال تیم اینجا که ایمانی کیه همه مستحکمه، هیچ کام جواب افتن نمیتونی. بین حضرت جوابش میگه آن کسی که با زنش معامله خوب داره ایمانش کامله. بین نمیگه آن کسی که همین شب تا روز نماز میخونه یا از سحر تا بگره روزدار بود، میگه که آن کسی که با زنش معامله خوب داره ایمانش کامله. بین خیرکم لاهلی، بهترین تان این سخن پیامبره. بهترین تان کسی هست که قطعی زنش معامله خوب داره، مناسبت خوب داره. بکنین برادران، مناسبت خوب کنین، زناتون احترام کنین. یک پیغمبری که وقار داشت، هیبت داشت،
нафаре агар меомад қатиш салом мекард ларзаш мегирифт, мега метарсидам, зеро ҳазрат ба ҳайбат буд, ҳазрат виқор дошт. вақте ки ҳамо ҳазрате ки ҳамин виқор ҳайбат дошт, гуфтанаш ки ман аҳаббу ннос илайка я расулаллоҳ, ҳазрат ай ҳамада кира бисёр дӯст медорӣ? гуфт оиша. ҳатто номи занша гирифт. боз агар дар ҳамин ҷамъият бародари азиз ман қори амриддин пурсам ки ана кира бигӯяд ки зан ман дӯст медорам, ҳама механда, мега